نیگینه رئوف آورد. 21 می سال 1945 در دهه شیرمانی ناحیه فیض‌آباد چشم به عالم هستی گشاده است. سال 1960 به حیث سراینده در دسته هوسکاران صنعت کارخانه بافندگی شهر دوشنبه به فعالیت می‌پردازد. در یک مدت کوتاه او همچون سراینده صاحب کسب شناخته می‌شود. روند بزرگی در بین مردم محبوبیت پیدا نمودن ایجادیات نیگینه رئوف آورد. موسیقی شناسان و طبیعی و صمیمانه سراییدن او نسبت می‌دهند. رئوف آورد به انسمبل ربابچی زمان دعوت می‌نماید. سپس مدت 1 سال در ارکستر استرادی گلشن به حیث آوازها کار می‌کند. سال 1976 او را رهبریت انسمبل 6 مقامی کمیته تلویزیون و رادیو برای تقویت بخشیدن صف سراینده‌ها به کار دعوت می‌نماید. در رشد انسمبل 6 مقام نیز او توانست که سهم خود را گذارد. سرودهای نیگینه رئوف با روانی و دلانگیزی قطارهای ذهن و دل مضراب فرح می‌زند و مورد اعجاز برای کس در عالم سرور و زیبایی را وامی نماید. دل می‌خواهد گشته و برگشته گوش به سرود و ترانه‌های او دهیم، زیرا این بانای هنر سرودهای خود را با تمام هستی از مغز دل و جان سراییده است. شهر